گفتگو داریم. آقای کوهستانی میشه خودتون رو معرفی کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدا آن ملت را سربری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. عبدالحق کوهستانی هستم، یک تن از فعالین شورای انسجام ایماق‌های افغانستان. تشکر آقای حسی عزیز، تشکر از برنامه‌تان. آقای کوهستانی، ایماق به چه معنا اگه میشه به ما بگین؟ واژه ایماق یعنی به معنای ملت یا طایفه هستند، یعنی یکی از بومی‌ترین اقوام ساکن در افغانستان. تاریخ ایماق ها اگه میشه به ما بگین چه تاریخی دارن و در افغانستان یا حالا جای دیگه اگه هستن؟ خب ایماق تبارا در کل در ابتدا به 4 قبیله بزرگ تقسیم میشن. این قبیله هر کدامشون از خود باز ده ها قبیله دیگر را به خود جا دادن. عبارت از جمشیدی، فیروزکوهی، تایمنی و سوریستان. 4 قبیله بزرگ ایماق ها. باز پیشینه ایماق ها برمیگرده به هزاران سال قبل در افغانستان کنونی. مثلا ما یما جمشیدی داریم، معمار بلخ پایه‌گذاری و بنیادش گذاشتن و بلخ تأسیس کردن. یما جمشیدی از قبیله جمشیدی ایماق تبار افغانستان است. ما در ایران هم جمشیدی ها داریم در کشورهای مختلفی، مخصوصا در افغانستان. ما مثلا داریم ابو مسلم خراسانی را که حکومت ظالم خلافت امویه را از پای در آورد و سرنگون کرد و تأسیس کرد خلافت عباسی را. ابو مسلم خراسانی از دادگاه ما است، از ولایت ما است و نوجوان مردان باز توسط خلفای عباسی ترس و بیمی را داشتن که ابو مسلم خلیفه نشه و با ما در سر نشینسته. خود جوان مرد بود، خود این کارو نمیکرد. به هر حال به شکل نوجوان مردان ابو مسلم خراسانی شهیدش کردن. باز یکی از محافظین برجسته ابو مسلم خراسانی به نام زمچی پهلوان او را از عراق و نوزی ایرا آوردن، نام شهادت ابو مسلم خراسانی را آوردن، جسدشان تا به لوگر امروزی در ولسوالی برک دفنش کردن. ما باز پهلوی روستای ما فعلا ما روستای زمچی را داریم، دره زمچی که همون به نام زمچی پهلوان نامگذاری شده، محافظ ارشد ابو مسلم خراسانی. اینا در خب بین ما کو واقع شدن روستاهای زیبایان رو داریم و تگابک زیبایان و زینزیر جا را داریم که در کوهستان واقع شده که کوهستانات سرپل و یک کو بین ما واقع است. این کو فاصله بین ما و قریه دره زمچی است. این محافظ ابو مسلم خراسانی، اون شده مربوط ولسوالی یا شهرستان سنچارک، ما شده مربوط کوهستانات. درسته. آقای کوهستانی، توی افغانستان آیا ایماق‌ها شورای یا چه فعالیت‌هایی دارن به خاطر ایماق‌ها، به خاطر انسجام ایماق‌ها؟ با تاسف در 100 سال اخیر یا در تاریخ معاصر افغانستان ایماق‌ها درخشان چندانی نداشتن. همین که بیشترین نمو دوران طلایی ایماق تبارا عصر غوری تباران بود در قرن اول اسلام که حکومت کردن تا قرن هشتم نهم. دوره طلایی ایماق تباران بود. خب بعدش باز در 100 سال اخیر ایماق‌ها به عنوان یک ایماق در یک محوریت خاصی یعنی فعالیت نداشتن در عرصه سیاسی افغانستان. با تاسف بیشتر تحت پرچم برادران و اقوام دیگر افغانستان فعالیت داشتن ایماق تباران. حالا فعلا آقای کوهستانی ببخشید سوال اینجا خلق شد، کیا کدام اقوام؟ بیشتر ایماق‌ها که مثلا در جنوب کشور، در غرب، در شرق کشور بود هستند و اونجا فعلا سکونت دارن. اینها در محوریت برادران پشتون جنگ در دولت بودن، در هر کجایی که بودن. ایماق‌هایی که مثلا در غرب کشور هستند، در شمال کشور اینا هستند، با برادران تاجیک اکثرا میکس است. اینا زیر بیرق برادران تاجیک رسم میدن. در ارزیات بودن، در ارزهای مختلفی از افغانستان بودن، تقریبا به عنوان یک تاجیک. برای چی اصلا مثلا یک انسان مثلا هویت خود را با یک هویت کسی دیگه عوض کنه؟ برای چی یک همت کاری کنه اصلا؟ خب با تاسف همی یک محوریت خاصی ایماق‌ها وجود نداشتن، یک آدرس خاصی وجود نداشتن که زیر اون محور ایماق‌ها کلشان تمامشان منسجم بشن و از یک آدرس مشخصی فعالیت بکنن. نبود یک آدرس مشخصی وا داشتن که ایماق‌ها زیر پرچم اقوام دیگری فعالیت داشته باشن. یعنی تقریبا ما دیدیم که بزرگان ما همه ما به نتیجه رسیدیم که یعنی ایماق‌ها تقریبا دارن هویتشون رو فراموش میکنن. یعنی کسی که به زبان فارسی صحبت میکنن یعنی برادر تو تاجیک هستی. کسی که ایماق‌ها ما داریم ایماق تبارانی که در مناطقی که برادران ازبک ما نسبتا در اونجا زیاد هستن
فرهنگ خود در طول تاریخ یک واقعیت است که فرهنگ غالب فرهنگ این ملت‌های کوچک را اینا مغلوبشان میشن. به این جهت اونا ازبکی صحبت میکنن، گاهی ای مختبران که در مشرقی هستند، در جنوب هستند، اینا زبان گویش پشتو اختیار کردن، پشتو صحبت میکنن. ما دیدیم که این ای موقع تقریبا تکه تکه پارچه میشن. بزرگان ای مختبران در سال 1397 یا 2018 شورای انجمن موقع افغانستان را با ثبت و راجستر وزارت محترم عدلیه افغانستان ایجاد کرد، تاسیس کرد به خاطر زیر یک چتر واحد آوردن ای موقع افغانستان. در دوران جمهوریت امی برنامه‌های فرهنگی که به اصطلاح ایماها امی زیر امی چتر قرار بگیره چه فعالیت‌هایی داشتین مثلا، یا چه کمک‌هایی از کسایی که به اصطلاح توی رأس بودن مثلا گرفتین؟ ما در ابتدا شورای انجمن موقع افغانستان در کابل دفتر مرکزی را فعال ساختیم. ما آگاهی‌های لازم تا حدی که امکان بود. ما یعنی با تاسف که از فعالیت‌های ما چند سالی نگذشت که یعنی ما تاسیس کردیم، یک دو سال سه سال فعالیت کردیم که باز جمهوریت از پا شد که به جاش فعلا دولت دیگر به وجود آمدن. ما آگاهی کردیم در بعضی از ولایات شمال ما دفاتر شورای انجمن موقع افغانستان فعال ساختیم، در زون غربی کشور همچون در ولایت هرات، غور، بادغیس، در مشرقی و بس ولایات دیگر کشور ما آگاهی لازم را کردیم. با این موقع برادر تو ایماق هستی، هویت است، ربط به هیچ قوم متبار نداره، این آدرسیت است، این تاریخت است، این ارزش‌هایت است. آگاهی لازم ما کردیم اما کافی نبوده این. خب فعلا هم در حدی ممکن فعلا دفتر مرکزی. آقای کوهستانی میخوام بگم که چه فشاری بوده بالا سر این مردمایی که ایماق که خدا اون کنه حالا تاجیک یا پشتو حالا هر اقوامی که خود را به عنوان از اون اقوام معرفی، چه فشاری بوده که مثلا یعنی چی باعث شده که ایماق خود را به مثلا بگه تاجیک هستم یا پشتو هستم؟ فشاری وجود نداشته. فشاری نبوده که ایماق ها یعنی بیان یک هویت دیگر را به خود اختیار بکنن. اینا یعنی با تاسف پیشتر عرض کردم براتون نبود یک محوریت یک آدرسی سبب شدن که ایماق ها تقریبا هویتشون فراموش بکنن. یعنی تقریبا یعنی هر جایی که پشتو صحبت کردن ایماق یعنی پشتون، فارسی صحبت کردن ایماق، جایی که ایماق ها فارسی صحبت میکنن ایماق یعنی تاجیک، ایماق یعنی قوم دیگری. با تاسف یعنی آگاهی لازم هم صورت نگرفته. بعضی ای مختبرایی که یعنی هویتشون برشون بسیار مهم بودن و با نسل نسبشون با خانوادهشون با هم فهموندن که برادر ما ایماق هستیم. اون یک جمع یک کتله کوچکی هویت ایماقی را حفظ کردن. اونا هم از بزرگان یا گذشتگانشان بودن، همه او را تفهیم کرده که برادر ما ایماق هستیم، این تاریخ ماست، این هویت ماست. کسانی که این کارا نکردن تقریبا همه در جغرافیایی که زندگی میکردن گفتن که ما اینا با قوم مختلف بالاخره تقریبا گرفتن به خود هویت‌های مختلف. آیا ایماق‌ها به اصطلاح جزئی حزبای مثلا تاجیک ها پشتون ها بودن که به اصطلاح در اون چی فعالیت داشته بودن؟ چون که گفتین اینها خودم خود را به اصطلاح تاجیک یا پشتو مینامیدن جلوی بقیه. جلوی بقیه نه، ولی یک تعداد خاصی متاسف. بله ایماق‌ها در حزب اسلامی بودن که مربوط آقای حکمتیار است. در جمعیت اسلامی ایماق‌ها به شکل گسترده بودن که رهبرشان استاد ربانی شهید هستند. مثلا در حزب جنبش بودن که رهبرش آقای دوستم هستند. در احزاب مختلف ایماق‌ها بودن دیگه با تاسف. اما ایماق‌ها یک چیز مشخص مثلا جایگاهشون توی مو حزبا چه جایگاهی داشتن به اصطلاح به عنوان رئیسی چیزی؟ خب با وجود که امی خود حزب بنیادش تعدابش خلاف ارث است، وراثت است. یعنی در افغانستان هم اعضابی که شکل گرفته با تاسف یعنی بنیادش با وراثت گذاشته شده. یعنی رهبری فوت میکنه بازی بچه‌ش جاگزین از میشن، بچه‌ش جانشین میشه. خود حزب ذاتاً فطرت هم چیزی است، فطرت هم تعدابی است، خلاف جاگزین است، خلاف وراثت است. اما این موقع با تاسف اگر کشته شدن در احزاب مختلفی، اگر شهید دادن، مثلا ما خود ما در سرپل با یکی دوستم وطندار ما بود، ما با آقای دوستم در جنگ بودیم. در یک روز از خانواده خود ما 4 فرد ما 4 تن ما شهید شده. خب از قوم معتبر، از خیش قوم و دیگه کسی که در اونجا زندگی میکردن، خب هم تو بیشتر و بیشتر، ولی جایگاهشون یک دلگی میشیدن به اینا ندادن. شما میفهمین که در جریان از این احزاب مختلفی اینا رتبه ژنرالی دادن، بعضایشون جنرال جهادی، جنرال فران، یک ایماق را یک دلگی میشیدن ندادن درش. یعنی با اونه که به اصطلاح توی امی حزبا بوده، بعد توی امی جبهه های حزبا بوده،
کشته دادن به گفته خودتون، ولی هیچ جایگاهی توی حزب نداشتن، درسته؟ بله دقیقاً. خب ایماق‌ها در سطح بزرگی از اعضای مختلفی، یعنی در سطح رهبری وجود نداشتن. یک تا براتون خدمتتون عرض کردم که وقتی مسئله حقوق شدن، مسئله باید حق هر کس به حقش برسن، ایماق‌ها را یک دلگرمی ندادن برشون. درسته. تمام از الان به عنوان سخنگوی شورای ایماق‌ها چه فعالیت‌هایی می‌خواین کنین که به اصطلاح این مردمی که خود را امروز پشتو یا تاجیک مینامه، چه فعالیت‌هایی می‌خواین کنین که به اصطلاح اینها برگردن توی هویت اصلی خودشان؟ آقای کوهستانی، هدف شما یا چه کارهایی می‌خواین کنین که مردمایی که به اصطلاح خود را امروز پشتو یا به اصطلاح تاجیک مینامند که در از هویتشان و ایماق هسته و به خاطر که شرایط فعلی توی افغانستان به وجود آمدن، اینا آمدن توی اروپا و بچه‌های اینا متا میتونن خودم خورا به همون روش ادامه بدن، اون روال قدیمی که به اصطلاح تاجیک هستم یا پشتون هستم. چی کارایی کنین که مثلا شما چی کارایی میکنین که توی اروپا یا توی افغانستان مثلا جلوی از این بگیریم، مانع از ایش نیم؟ خب هر قوم تباری در طول تاریخ به زیر یک عنوان بالاخره شناخته میشده، حق طبیعی و حق مدنیشان هستند. ایماق هم حقشان است که به عنوان یک ایماق شناخته بشن، به عنوان یک ایماق یاد بشن از اینا. ما قبلا خدمت در خارج از افغانستان همچنان ما فعالیت‌های خود داریم، در بیشتر از 10 کشور میال انجمن فرهنگی ایماقی افغانستان هم ایجاد میکنیم و همچنان بنیاد ایماق تباران ایجاد میکنیم که وظیفه بنیاد ان شاء الله سر شما میایین سر سوالم. خب به خاطر همین ما آگاهی میکنیم به تمام ایماق تباران، برادر این هویت است، این تاریخ است، این ارزش‌های است، این افتخارات است و تو یک ایماق هستی، نه قوم دیگری. ما همه با جبین باز پذیرایی کردن، بسیار خوشحالم شدن. ما با هر کسی گفتیم، هر کسی گم شدن از شماره‌های ما اختیارشان است، تماس میگیرن، بسیار ابراز علاقه‌مندی و خرسندی میکنن. درسته. آقای کوهستانی، ما می‌خواستم یک سوال کنم در مورد فرهنگ مردم‌های ایماق یا لباس‌های ایماق‌ها. بعد یک چیزی اخیراً ما مشاهده کردیم که ایماق‌ها پرچم داره حتی. اگه میشه در مورد پرچم مفصل برای ما اگه توضیح بدین، چی شد که پرچم تازه به وجود آمده یا که از قدیم این پرچم وجود داشته؟ در رابطه با فرهنگ ایماق‌ها ولی من خدمتتون عرض بکنم، خب ایماق تباران فرهنگشون یا زبانشون همون فارسی هستند، یعنی یکی از صاحب یک زبان فارسی ایماق‌ها را بگویم یعنی اشتباه نگفتیم، به خاطر که قوم در افغانستان هم ایماق تباران هستند. بعدش باز امی زبان گویشی ایماقی گویش خاصی هستند که در غرب کشور و حفظ شدن. ایماقای غرب ما یک گویش خاصی ایماقی را حفظ کردن و ایماقایی که دیگر مناطق کشور زندگی میکنن اونها با همون لهجه خاص فارسی که در اونجا که حاکم هستن، مثلا که من صحبت میکنم اونها هم صحبت دارن. باز در رابطه با پرچم خدمتتون عرض بکنم، این پرچم فعلی نیست که تازه ما را جور کرده باشه. این پرچم سلاطین غور است، امپراتور غور که مثلا شما قسمی که حتما در تاریخ خواندین، در شبه قاره هند و بخش اعظمی از آسیای مرکزی که غوریان حکومت میکردن، حکمرانی داشتن. این پرچم غوریان است که امروز ایماق تباران یک جوانان ایماق تبار رو بالا میکنن و در پروفایلایشون درسته. آیا فکر میکنین که این پرچم بالا کردن یا یک پرچمی را برای یک اقوامی به اصطلاح معرفی کنیم، بگیم آقا این پرچم ما هست، درسته؟ ملت این پرچم ما هست. به نظر شما این کار درستی است که هر اقوامی افغانستان بیاد پرچمی بالا کنه و بگه که پرچمی هست؟ مثلا اینجوری شما خودتان این را قبول دارین که تمام اقوام افغانستان که تقریبا 32 تا قوم هستیم که افغانستان، هر کدام از اینا یک پرچمی را بالا کنه، از نظر شما مشکل نداره؟ خب دست به آشوب اگر نزنن، یک پرچم نماد از هویتشون است، نماد از فرهنگ، جزئی از افتخارشون است، این خوب است پرچم. ولی ما پیشترم قبلا خدمتتون عرض کردم که ما با ثبت راجستر وزارت عدلیه دولت سابق و فعلا هم تا حدی که مجاز است ما کار میکنیم و این پرچم هم به این معنا نیست که ما دست به آشوب زده باشیم و خود جدا بدانیم، نه، پرچم جزئی از هویت و افتخارات ما است، هیچ مشکلی ندارم. بله هر کس میتونه، این مشکل نداره. نه چرا مشکل داشته باشه؟ چون که ما
خیلی هستن یک جورایی همین پرچم انتقاد میکنن، میگن پرچم چرا اصلا ایماق‌ها به این پرچم بلند کنن و بگن ما پرچم چند تا پرچم توی افغانستان داشته باشیم. به خاطر این سوال کردم که اینطوری که همین چرا به چیزی به وجود آمده. نه جوانان این مختبر پرچمی که بلند میکنن در لایف هایشون هم میبینن که در پشت سرشون پرچم ایماق گذاشته شدن. خب میگن که برادر توی که هویت مرا نمیشناسی، توی که مرا البته به قوم خودت خطاب میکنی، هی هویت ما است، پرچم ما است. تو یعنی باید بفهمه که این پرچم در حدود 8 قرن 9 قرن پرچمی بزرگ بخش اعظمی از آسیای مرکزی بودن. این پرچم این نمادی از افتخارات، نمادی از ارزش ها و هویت این مختبران است. این مگر چه مشکلی داره؟ دیگه درسته، ولی خب به خاطر که میگن هرج و مرج به وجود میاد. آیا شما پرچم به نظر شما مردمای دیگه قبول دارن که شما رو با این هویت پرچم بشناسن؟ خب ما برنامه خود داریم و هر کسی که قبول میکنن میپذیرن نمیپذیرن اونا را مربوط به اونا دارن، ولی ما برنامه و کار خود داریم و پرچم ما جزئی از افتخارات ما است. درسته. خواسته های شما چی است آقای کوهستانی عزیز از مردم ایماق یا مردم افغانستان؟ خب ما از همه ایماق‌تبارای خود، از همه برادران، بزرگان، خواهران با عفت و قهرمان، مادرای قهرمان ایماق‌تباران که واقعا که قهرمان هستند، با وجود نابسامانی‌ها، با وجود ناملایمت‌ها و با وجود از اینکه حق خانم‌ها در افغانستان تلف میشه، اینا واقعا قهرمان و سرزمین است، مبارزه میکنن و به زندگیشان ادامه میدن و فرزندای را اینا از دامن اینا پرورش پیدا میکنن و رشد میکنن. نام مثل صلاح الدین غور و سلطان غیاث‌الدین ها را مادرای مختبر اینا در دامن اینا بزرگ شدن. اینا صلاح الدین بسیار بزرگی بودن. واقعا اینا ما از همهشون تقاضا دارم، خواهش میکنم که شما مادرای مختبر فرزند تبرش برای تفهیم بکنی، یا برش برسانی که تو یک مختبر هستی و صلاح الدین غور و بزرگان و مثل یما و مثل سلطان غیاث‌الدین علاءالدین و شما از نسل اینا هستین، هویتتون فراموش نکنین. خواهران قهرمان، شما را بفهمن که شما دختری سلطان رضیه غوری هستین، امپراتوری بزرگ که هند شبه قاره هند حکومت میکرد و جزء بخش اعظمی از آسیای مرکزی. شما از اون نسل هستین. شما این فراموش نکنین که هیچ دنیای غرب، دنیای دیگه اصلا از حقوق زن چیزی نمیفهمید. از نسل تو از نسل او زن هستی که او امپراتوری بزرگ را اداره و رهبری میکرد. نباید را فراموش بکنین. شما از این نسل هستین. باید به همه هر آنچه که دارین و اعدوا لکم استطعتم من قوه، هر آنچه که در توان دارین به مردم برسونید. اگر در شبکه‌های مجازی فعال هستین، اگر حداقل روی پروفایلتون بیرق ایماقه و نام ایماقه ذکر بکنین. اگر شما در شبکه‌ها نیستین، در جامعهتون حداقل برسونین را بفهمونین که شما ایماقه هستین، این هویتتون است و این تاریخ است و این تمدن ماست. ما نسل نیست که ما را به باد آورده باشه. ما اینجا ریشه در خاک هستیم. آقای کوهستانی میشه به ما بگین که ایماق‌ها کدام مناطق زندگی میکنه و وضعیت اقتصادی از اینا چطوری هستن؟ خب ایماق‌ها بیشتر در شمال کشور به شکل گسترده زندگی میکنن و به شکل گسترده‌تر در غرب کشور زندگی میکنن. اونجا به خاطر که زادگاه و مهد ایماق‌تباران هستن. خب شکل اقتصادی ایماق‌ها بیشتر قسمی که در افغانستان معمول است، مردم ایماق‌تبار بیشتر زراعت پیشه و مالدار هستند و شغل تجارت هم بخش ایماق‌تباران نیز تاجر هم هستند، تجارت پیشه نیز هستند. بله. و در بخش اینا بیشتر در نقاط کوهستانی و روستایی زندگی میکنن و بخش ایماق‌تبار هم در شهرها و مراکز. درست. تشکر از اینکه به اصطلاح ما وقت دادین آقای کوهستانی و ما در مورد ایماق‌ها الان بهتر می‌دونیم نسبت به قبل و شخصا خود مشکلی ندارم با پرچم‌های اقوام‌های مختلف افغانستان. هدف این باشه که به اصطلاح افغانستان ما در آسایش و آرامش و مهاجرت نکنیم. خب آخر برنامه هستیم آقای کوهستانی، اگر گفته خاصی دارین که میتونین در آخر برنامه بگین. گفته‌های خاص ما به خاطر زیر چتر آوردن همه ایماق‌تباران افغانستان از زیر یک چتر واحد، به خاطر جمع کردن اینا، به خاطر انسجامشان، ما هر آنچه که در اختیار در توان داریم تلاش میکنیم و کسایی که ما را به خود نسبت میدن میگن که ایماق‌تبار از ماست، این را باید بفهمند که او
نسل 50 سال قبل ایماق تبارا نیست که با اونا مدارا بکنن. امروز اینا با نسلی دانش آموخته، با نسلی آگاه، با نسلی فرهیخته ایماق تبارا اینا مواجه هستند. اینا از جانشان تیر هستند ولی از هویتشان تیر نیستند. از هویتشان به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی نمیگذرن. و جوانان و کسایی که از ایماق تبارا هم که مثلا آنها میرن هویت‌های دیگر را به خود اختیار کردن، با تاسف اونا یا تعلقات حزبی دارن یا وابستگی فردی دارن. با تاسف وابستگی به خاطر خوشنود کردن یک هر فردی که از حق متبارک است به خاطر خوشنود که ساختن آنها، اونا از من خوشنود شوه و اونا از من ناراضی نشه، هویت اونا را به خود اختیار کردن. خب اونا یک جمعی در اقلیت به سر میبرن، حدود به 100 نفر هم تعدادشون نمیرسن. اونا ابن اوبیای زمان هستن. اونا واقعا من متاسف هستم برایشان. اونا باید برگردن به هویتشان. هیچ جایی برایشان خانه خودشون نمیشه و مردم هیچ قومی خودشون نمیشه. ما برایشون دعوت میکنم نباید شما از هویتتون بگذرین در تحت هیچ شرایطی. اینا با تاسف که اینا از ارزش ها، افتخارات، از تاریخ و از نسب خود گذشتن. ما اگر ببین نه تنها که باید این حق طبیعی، حق مدنی هر انسان است که به اون نسب کس باید یاد شوه، به هر قومی که به هر نامی که از تحت هر نامی باید یاد شوه و پذیرفته بشه. و ایره ما فعلا که مکمل نیکویش میکنه، نه تنها ما بلکه اسلام در این مورد شکل اختیار نکرده. کسی که از نسل خود، از نسب خود، از گذشته خود انکار میکنه، خود منسوب به قوم تبار دیگه میکنن، برش او را اسلام وعده عذاب دادن.